خوشگلا، حال دلتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من پریام و اینجاییم با یه عکس دیگه به قسمت هفتم عشق ابدی. امیدوارم که با لایک، کامنت، سابسکرایب از من حمایت خودتون رو داشته باشین. طبق حرفای آیدا توی قسمت ششم که میگفتش که یاشار اصلا به من اهمیتی نمیده و اصلا دوست نداشته بره توی پیج من و پیج منو ازم بگیره، بخواد خودش فالو بکنه منو، بخواد تو پیجم بچرخه ببینه من با کیا دوستم، چه رنگی رو دوست دارم و این حرفو جلوی خانم صالحی مطرح کرد و یاشار حرفش این بود که آره من به خاطر اینکه دوست نداشتم برنامه اسپویل بشه و کسی بدون من اومدم توی عشق ابدی تو رو فالو نکردم، نه تنها تو رو فالو نکردم بلکه بچه‌ها رو هم فالو نکردم. ولی به نظر من خیلی اون تایمی که بهش گفتم تو برو با کیمیا صحبت بکن، خیلی پر اشتیاق‌تر و پرشورتر خواست با کیمیا صحبت بکنه نسبت به آیدا. نمیدونم توجه کردین یا نه، ولی هر سری که داشت با آیدا صحبت می‌کرد اینجوری، ولی زمانی که داشت با کیمیا صحبت می‌کرد خیلی متشخص نشسته بود و داشت به حرف کیمیا گوش میداد. برای همین من میگم که کششش بیشتره به کیمیا نسبت به آیدا. و عاشق قیافه بچه ها شدم زمانی که مهیار داشت در مورد صیغه، در مورد اینکه چرا نمیخواد با یاسمن ادامه بده صحبت می‌کرد. یعنی هم قیافه اینجوری بود. اصلا خیلی مسخره بود دلیلش. آره من نخواستم با یاسمن ادامه بدم به خاطر اینکه صیغه کردنمون رو قبول نکرده و اینکه یاسمن بوی بد میداده. حالا معلوم نیست دهنش بوی بد میداده یا خودش بوی بد میداده، ولی خب واقعا این چیزی نبود که بخواد مطرح کنه به عنوان دلیل. آره چون مثلا صرفا یاسمن بوی بد میداده من نخواستم باش ادامه بدم، در صورتی که خود یاسمن با تو کات کرده بود سر اینکه تو داد میزنی سر یه آدم دیگه و الکی سر هر بحثی به خاطر اینکه بخوای خودت اونجا خوبه نشون بدی بقیه رو مقصر میکنی. صرفا خواست از زیر اون داستان در بره که یاسمن باش کات کرده، نه این با یاسمن. بعد یاسمن اونجا در اومد گفتش که ببخشید من یه سوالی داشتم، اگر این آقا خیلی آدم اعتقادیه خب و خیلی این چیزای محرمیت و اینا براش مهمه، چرا انقدر به من دست زده؟ چرا منو بغل کرده؟ چرا منو بوسیده یا اصلا دست منو گرفته؟ اگه خیلی براش مهمه که ما با هم دیگه نامحرمیم و باید با هم دیگه صیغه کنیم، یعنی اون تایم اینا براش مهم نبوده، صرفا این که بخواد از من لب بگیره و بخواد منو بوس کنه اینا مثلا براش مهمه که بخواد صیغه کنه با من. بعد اونجا باز پرستو صالحی مهیار رو ضایع کرد سر این که تو گفتی که روژان به من چراغ سبز نشون داده. بعد مهیار گفتش که آره نه میدونی چیه، این حسی بوده که من داشتم. بعد به روژان گفتش که آیا تو به این چراغ سبز نشون دادی؟ و روژان گفتش که نه بابا به خدا من اصلا چراغ سبزی به این آقا نشون ندادم و همون روز من به خود شما خانم صالحی گفتم که من میخوام تمرکزمو بذارم رو آشنا شدن با احسان. اینجا دوبار پرستو صالحی مهیار رو ضایع کرد و همچنین بهش گفتش که تو حق نداری با خانم با صدای بلند صحبت کنی و با یلدا صحبت کرد و گفتش که آیا مهیار سر تو داد زده. اونجا یلدا در من گفتش که نه تنها سر من داد زده بلکه حرفای منم مثل یاسمن برعکس کرده که آره این خانوم داره چرت و پرت میگه که من دست زدم بهش و خودم رو تو آینه دیدم و این حرفا و صرفا زمانی که چیزی به نفعش نباشه میگه اون آدم داره حرفای منو تحریف میکنه. بعد از اون طرفم سجاد چقدر از یلدا بدش میاد که هر سری یلدا داره صحبت میکنه و داره از خودش دفاع میکنه و داره اون جریان رو توضیح میده اینجوریه که بس کن بابا حوصله‌مون رو سر بردی، وقتمون رو گرفتی، چقدر یه چیز رو توضیح میدی، ساعت داری صحبت میکنی، ببخشید میخوای چیکار کنه مقصر بشه اونجا؟ تو هم یه حرفی میزنی یا بعدش که میرینه به یلدا اینجوریه که نه من چیزی تو دلم نیست، من اصلا منظوری نداشتم، ببخشید دوباره تو داری این کار رو تکرار میکنی دیگه. هر کی خرم باشه میفهمه که تو یه منظوری داری و از طرف خوشت نمیاد و این خیلی واضحه، چون که نه با طرف صحبت میکنی
توی اون ویلا و صرفا اینجوری که من میخوام برینم روی این آدم چقدر حرف میزنه، چقدر سوالای چرت و پرت میپرسه و این چیزا. اصلا سجاد انگار اینجوریه که فقط اومده اینجا دلقک بازی کنه و دوست پیدا کنه و بگه و بخنده و بره حذف بشه. اصلا هیچی براش مهم نیست، چون اصلا تلاش نمیکنه که بخواد کسی رو بشناسه و زمانی که داشت با کیمیا صحبت میکرد سر جریان آشنایی هم 90%ش داشت شوخی میکرد و مسخره بازی در میآورد و زیاد به حرفای طرف مقابلش اهمیت نمیداد. و سوالی که از کیمیا پرسید گفتش که برای جایزه اومدی اینجا، برای پول اومدی اینجا؟ بعد کیمیا گفت نه به خدا من اصلا تو نمیگفتی، من اصلا فکر نمیکردم اینجا جایزه‌ای وجود داره. آره شما همتون اینجا برای عشق، مرام، معرفت، دوستی اومدین اینجا شرکت کردین که بخواین همینطوری اینجا بچرین و بعدم بریم برای خودتون خونه هاتون. کیمیا هم در به سجاد میگه که مثلا تو برای چی اومدی اینجا؟ میگه من اومدم اینجا خودمو به چالش بکشم، بعد ببینم چندم. ببخشید دیگه فکر نکنم توی سن 33 سالگی چالنجی مونده باشه یا تجربه جدیدی مونده باشه که تو بخوای کسب کنی. از اون برم روژا میگه من خیلی ناراحتم، تا اینجا کات میدن احسان بلند میشه میره میخوابه، من خیلی دلم میخواد بیشتر با من وقت بگذرونم. از همون اول برنامه مشخص کرده من نوعی من این ساعت میگیرم میخوابم، تایم برنامه و زندگی من اینجوریه. نمیشه که تو ازش ناراحت باشی سر اینکه تایم برنامه و زندگی اون اونجوریه. مثل این میمونه من میگم آقا من خورشت کرفس دوست ندارم، بعد دوست من این موضوع رو میدونه، بعد که منو دعوت میکنه خونه‌شون میخواد مثلا خورشت کرفس درست کنه، بعد از این ناراحت باشه که چرا من پریا اون خورشت کرفس رو نخوردم. خب واقعا غیر منطقیه حرفش. بعد که بهش میگن خب نه طرف واقعا برنامه روتین زندگیش اینجوریه، میگه نه خب یعنی میخوام بگی من بیکارم، منم خیلی کار دارم، منم اینجا برم بیرون ضبط دارم، اینو دارم اونو دارم. باشه کلا نمیدونم اینجا چرا به هر کس جواب منطقی میدن گارد داره، یعنی میخواد بگه نه، یعنی میخواست بگه من بدم، نه من خیلی عالیم. بعد از اون برم که آیدا رفته نشسته پیش احسان و سجاد، بعد احسان ازش میپرسه مثلا تو چرا با سجاد کات کردی، تو خودت خراب کردی و اینا، داره توضیح میده. میگه آقا من اومدم سجاد رو امتحان کنم ببینم میاد سمت من یا نه. بعد همون لحظه سجاد انقدر اهمیت میداد به حرفای یاسمن که داشت دو لپی اینجوری برای خودش سیب زمینی میکرد تو لپش بخوره، اصلا اهمیت نمیداد که طرف داره چی میگه، یعنی صفر اهمیت صفر. اونجا یاشارم اونجا که رفت با کیمیا صحبت کرد اومد خودشو خوبه نشون بده پیش جاوید، در من گفتش که نه میدونی چیه، من به نظرم باید روی آیدا بیشتر تمرکز کنم و این داستانا که یه وقت فکر نکنه من میخوام با کیمیا اوکیشم و من دوست دارم تمرکزم فقط روی آیدا باشه، من اصلا ازش حس بدی نگرفتم، دختر بدی نبوده. ولی ما که میدونیم قراره بری با کیمیا. کلا سر داستان آشنا شدن یاشار و سجاد با کیمیا، سجاد که گفتش که من دوست دارم کیمیا رو بیشتر بشناسم، ولی اونور یاشار در اومد گفتش که نه من فقط میخوام رو آیدا تمرکز کنم، من به جز آیدا هیچ آپشنی فعلا توی زندگیم نیست. ولی خب نظر خود کیمیا این بود که من دوست دارم دوتا رو بشناسم و تا اینجا دوتاشون خیلی پسرای اوکی بودن. بعد جاوید که یاشار رفته بود بهش گفته بود که من فقط میخوام رو آیدا تمرکز کنم، بدو رفت پیش آیدا. نازنینم اینجوری کشید با خودش برد پیش آیدا. وای آیدا میدونی چی شده؟ یاشار در اومده به من گفته فقط تو رو میخوام که بخواد پاچه خالی یاشار رو بکنه اینجا. بعد در من گفتش که آره من نخواستم باها تنها صحبت کنم، من خواستم نازنینم بیارم نازنین از من ناراحت نشه. بعد دوباره ما اونجا شاهد علادخورای مسخره نازنین بودیم که اینقدر تو به من اهمیت میدی، اوه مای گاد، وای من خیلی خوشحالم. دوباره اون طرف دوباره بحث ماه تولد و تاکسیک بودن و این داستانا شد. بعد نازنین گفتش که من خیلی تاکسیکم،
دوباره اونجا جاوید بهش گفت نه عزیزم قربونت برم تو اصلا تاکسیک نیستی فدات بشم. بعد اونجا دوباره نازنین اینجور که وای جدی میگی من تاکسیک نیستم؟ خواهر من حالمون رو به هم زدی، واقعا این ادا اطفارا به تو نمیاد، واقعا یک بیبی گوریل هستی به جای بیبی گرل. بس کن حالم داره به هم میخوره. بعد نازنین انقدر بی‌اعتماده به طرف مقابلش که جاویده که سر یه روز نشده با یارو کاپل اعلام کرده که توی روی خود جاوید اینجوریه که وای عزیزم قربونت برم بهتر از تو این زمین نیست، وای من عاشقانه تو رو دوست دارم، تو نانازی منی گوگولی منی. بعد تا جاوید بلند میشه میره و آیدا اینجوری میکنه تو فکر میکنی ما کات کنیم؟ آیدا هم بهش میگه نه عزیزم شما خیلی با همون که این فلانی بهمانی. و اینجوری که نمیدونم. بعد از اون طرف هم باز دوباره داستان کردن که این حرفو نزن حاشیه میشه، اون حرفو نزن حاشیه میشه، تو این حرفو بزنی اینجاش کات میشه، اینجاشو میذارن حاشیه میشه. ببخشید کل برنامه عشق ابدی حاشیه است. اوکی؟ بعد من نمیدونم تو اومدی اینجا چی کار کنی؟ اگه حاشیه دوست نداری خب میگی من حاشیه نمیخوام، بعد اومدی پرحاشیه ترین برنامه‌ای که میتونست توی ایران پخش بشه رو شرکت کردی میگی من حاشیه نمیخوام، من اصلا از تمامی بحثا دوری میکنم، اصلا در مورد کسی نظر نمیدم که فردا حاشیه نشه. این منطقی نیست واقعا. در کلیت یه جور رفتار میکنید که انگار اصلا نه برای پول اومدین تو این برنامه، نه برای حواشی و نه برای معروفیت. میخواید مثلا بگید ما خیلی آدمای ساده‌ای هستیم که اومدیم اینجا عشق واقعیمون رو پیدا کنیم. ولی خب ما که میدونیم. بعد میشینن با یلدا صحبت میکنن که مثلا تو نمیخوای با کسی آشنا بشی و فلان و اینا. تو این برنامه یلدا میگه نه والا من اصلا حس و حال این داستانا رو ندارم و من توی رابطه ای بودم، پرانتز باز همون علی سیزن قبل باهاش رل بوده و در مورد اون اینجا داره صحبت میکنه که آره من توی رابطه ای بودم، خیلی با هم دیگه اوکی بودیم، خیلی خاطرات زیادی با هم دیگه داشتیم و کات کردیم و رابطه رها شده با توجه به اینکه میتونستیم بازگشت داشته باشیم ولی نشده. پس برای همین من الان خیلی دل سردم و واقعا حس میکنم کسی به دلم نمیشینه و دوست ندارم با کسی آشنا بشم و این حرفا. اومده عشق ابدی که صرفا طرف مقابلش که همون علی سیزن پیش بوده رو بسوزونه. برای دلیل خاصی نیومده و حس میکنم که توی این 2-3 روز اخیر حتی حذف میشه. از اون برم یاشار تا 4 دختر میبینه اینجوریه که من آدم بدیم تو رابطه، من خیلی بدبختم، من خیلی خوشحالم که با شما که انقدر آدمای موفقی هستین در ارتباطم و دارم صحبت میکنم و کاش منم مثل شما بودم و این حرفا که شما دارید توی کشور غریب تنهایی زندگی میکنید، کاش منم میتونستم اینجوری باشم و این چیزا. داری صحبت میکرد و انقدر با بغض و ناراحتی برای اونا صحبت کرد که یاسمن نشست اونجا گریه کرد به حال بدبخت. میگفت خدا من خیلی ناراحتم که این بچه اینجوری میگه، مگه ما کی هستیم، مگه ما چی هستیم که این داره اینجوری میگه. خب خیلی ممنون که همراه من بودین تا آخر ویدیو. لطفاً با لایک، کامنت، سابسکرایب از من حمایت کنین. فعلا خدا.